قدرتمنده خب میاد احتمالا اینطوری میشه و بعد به سمت بالا میره. خب به این میگم پرچم ما دو مدل ما پرچم داریم. پرچم ها جزء الگوهای ادامه دهنده روند هستن. خوب میاد بالا، ببینید حالت مثلث متقارن و بعد به سمت بالا میشکنه میره. یا مدل بعدش چطوره؟ قطعا تو فلشتون دیدین یا یادداشت کنید همین الان. خوب رفته، ببینید حالت مستطیل و بعد میشکنه به سمت بالا حرکت میکنه. اینا میشه جزء تحلیل تکنیکال، پرایس اکشنیش نیست، اینا تحلیل تکنیکالیشه. خب ببینید الان اینجا تا همین یه دقیقه من دیگه سویش نمیکنم، بعد خودتون سویش کنید. ببینید اینجا دوباره شکست رفت بالا. خب این میشه چی؟ این یک الگوی مثلثه. بذارید یک دقیقه‌شو بیارم که ببینید. همین دیگه میارم گیر میکنه. به این تایم یک دقیقه است. خب از بالا اینجا، از پایینم اینجا. ببین باز بالا رو تیر کن. ببینید بچه‌ها حتما من میگم تو اولین پیوت سرراش یعنی اینجاست. اینم رد کرد و بعد به سمت بالا رد میرفت. توی اینو دقت داشته باشین. وقتی که ما داخل یک مثلث هستیم و اینجا رنج میزنه میشکنه، خب این پیوت سرراش اینجاست دیگه. این برای فتح کره ما باید اینجا رو بتونه رد کنه. متوجه هستین؟ اینو باید بتونه رد کنه. اینا ابتکار عمل، قطعا میدونین دیگه. اینا رو شما کامل بلدین، مسلط هستین. بیایم اینجا دوباره. خب ببینید باز دوباره چیکار کرد. این که عملش انجام شد، این عملش انجام شد. بریم ادامه ما ببینیم چی میگیم اینجا رو. خب اینجا اگه اشتباه نکنم اینجا ما یه مثلث کشیدیم. اینجا بود فکر کنم. اینجا تو تایم یک دقیقه اگه اشتباه نکنم ما یه مثلثی رو کشیدیم. تایم یک دقیقه. حالا نگاه کنین چیزای مواردی که من گذاشتم. خب که تا اولین پیوت سرراش تو این محدوده است. ببین زورش نرسید دیگه بره و یه پایینی زد، استاپ رو نزد و بعد باز به سمت بالا حرکت کرد. یعنی از آخر سود شما رو داد. خب و این موضوع رو بیام جلوتر. یه موضوع رو من اینجا مطرح کردم. اینجا بود. من اینجا دوباره ما یه مثلثی رو دیدیم، مثلث متقارن به این صورت. ببینید گفتیم آقا از بالا بشکنه، این محدوده رو برای خودمون مشخص کردیم. بالا بشکنه، ببین پول بک هم زده بالا رفته. ببین دیگه نرفت کره ما رو فتح کنه، بلکه اینجا یک سطح پیوت بود. ببین تا این پیوت اومد. اگه اینو رد می‌کرد به سمت بالا بود. دقت کن این دقیقاً داخل مطالب کتابیش هست. مطالب کتابی هست. ببین تا اولین پیوت اومد و بعدش به سمت پایین یه اصلاحی داد. بچه‌ها حتما حواستون باشه وقتی که زورش نمیرسه از یه پیوتی رد بشه، شما میان چیکار میکنید؟ میان RSI تون رو روشن میکنید یا MACD تون رو روشن میکنید. خب ببینید واگرای کامل مشخصه. واگرای اینجا کامل مشخصه. این نوع واگرای اغراق آمیزه. ببینید این سطحی که من اینجا داشتم، یک سطحی داشتم، یه محدوده‌ای داشتم. قیمت خودش رو رسون به این محدوده، ولی توی اندیکاتور RSI هنوز محدودش اینجاست. خب محدودش اینجاست. از کجا متوجه میشم؟ این کندل قرمزی که زد فشار فروشه، یعنی آقا سر این اندیکاتور کج شده، یعنی یک پایینی رو من میخوام بزنم. خط روندم که بلدین دیگه. بیاین خط روندم اینجا شکست. انتظار داشتیم بچه‌ها به سمت پایین بیشتر بیاد، و یکی این رو من رفتم همین رو براتون کشیدم. گفتم اگه یادتون باشه گذشته بازار همچین اتفاقی افتاد. اینجا یه الگویی داشتیم، اینجا هم یه الگویی داشتیم. گفتیم اومده یه بالایی زد و انتظار داشتیم به سمت پایین بیاد. و خب یکی از بزرگواران پیام داد که این که چه رفت بالا. اصلا تعجب میکنیم، میگه این که رفت بالا. اصلا میگم خب این که رفت بالا، این میاد پایین، مگه اینا رو نمیدونین؟ این پیوت سرراه مگه اینجا نیستش؟ خب اینو باید رد کنه دیگه. خب یعنی اینا در همین حدم بلد نیستین که من چی بگم به خدا. ببین روی این سطح ببینید چه کندل پرقدرتی زد. خب برای پایین تر اومدن اینه دیگه. اینجا رو باید رد کنه، یعنی مو به مو. من اینا رو دیگه خدایی خودتونم یکم غیرت به خرج بدین، یکم